بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. الله متعال را سپاسگزاریم که برای من فرصت عنایت نمود تا با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. البته در برنامه قلب آسیا ما موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره افغانستان را با اساتید و علما و کارشناسان افغانی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در این قسمت روی موضوع بسیار مهم و بسیار حساس انشاءالله صحبت خواهیم کرد که او عبارت است از فاطمیون در افغانستان چی میخواهند. بدون شک وضعیت افغانستان از چندین دهه بدین سو خوب نیست، در حالت جنگ سپری می شود. ملت عزیز ما هر شب و روز قربانی هایی می دهند. دقیقاً 2 روز قبل حادثه بزرگ کابل را تکان داد که در آن بیش از 50 تن از علمای دین شهید شدند و بیش از 100 تن مجروح شدند. الله متعال برای شهدای این حادثه و سایر حادثه هایی که در افغانستان رخ می دهد جنت الفردوس و برای مجروحین شفای کامل و عاجل و برای بازماندگانشان صبر جمیل عنایت بفرماید. افغانستان در میان این مشکلات و بحران ها در این اواخر دارد با مشکل جدی دیگری روبرو می شود و او عبارت است از دامن زدن و یا آغاز جنگ مذهبی در افغانستان. حلقات تعداد کشورهای در پی این هستند که در افغانستان جنگ مذهبی را آغاز بکنند، همانند عراق، همانند سوریه، یمن و غیره. و برای دامن زدن به جنگ مذهبی در افغانستان از گروه های خاص استفاده می شود که در میان این گروه ها نام فاطمیون خیلی برازنده است و در این اواخر، در ماه‌های اخیر و در روزهای اخیر البته این دارد کم کم علنی می شود. تیپ فاطمیون که بعدا نامش به لشکر فاطمیون مبدل شد، چه هست اینها؟ چه گروهی هستند؟ آیا این گروه در افغانستان فعلا حضور فیزیکی دارد؟ آیا در افغانستان فعلا لشکر فاطمیون یا فاطمیونی هست؟ اهداف این گروه در افغانستان چی بوده میتواند؟ کیها در افغانستان جنگ مذهبی و یا جنگ فرقه‌ای را دامن میزنند و میخواهند که جنگ مذهبی در افغانستان آغاز شود؟ البته اینجا مهم هست که ما بدانیم در صورت آغاز شدن یک جنگ مذهبی منفعت و سود را از این جنگ کی میبرد؟ هر کسی که بیشترین نفع از این جنگ را میبرد دقیقاً همان در پشت این جنگ خواهد بود و آن است که میخواهد این جنگ در افغانستان آغاز شود. پس از جنگ مذهبی در افغانستان، از جنگ شیعه و سنی در افغانستان که در این اواخر دارد کم کم سر بلند میکند، کیها مستفید میشوند؟ اینجا سوال بسیار اساسی و مهم این است که چرا رهبران شیعه افغانستان، زعمای شیعه افغانی بارها آمدند علنا از لشکر فاطمیون، از فاطمیون تقدیر کردند، تشکری کردند که بزرگترین نمونهش خطاب سال گذشته یا سخنرانی سال گذشته آقای محقق بود که در تهران علنا در یک مجلس رسمی و علنی از فاطمیون تقدیر به عمل آورد. این حرفای آقای محقق در حقیقت به عنوان یا به مانند یک بمب داخل افغانستان صدا داد، واکنش ها، عکس العمل ها را با خود در پی داشت. دولت افغانستان در مورد تیپ فاطمیون یا لشکر فاطمیون زیاد حرف نمیزنند.
نه به طور آشکار و علنی، نه در مقابل رسانه ها و نه هم در مجالس بین المللی این موضوع را تا کنون دولت افغانستان به گونه رسمی باز نکردن، روش حرف ندارند. این که چرا حرف نمیزنن، چرا دولت افغانستان در این قضیه خاموش هست، وقت این را پاسخ خواهد داد. اما آن سخنرانی آقای محقق مانند یک بام در افغانستان صدا کرد. ما دیدیم که از داخل پارلمان افغانستان، از داخل مجلس نمایندگان افغانستان صداهای بلند شد علیه این حرفهای آقای محقق. از مجلس سنا صدای بلند شد و حرفهای آقای محقق را حرف غیر مسئولانه و غیر مدبرانه و مداخله در امور و یا جنگ‌های نیابتی در خارج از افغانستان عنوان کردند. رئیس مجلس سنای افغانستان، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان و حتی رئیس اجرایی کشور آقای عبدالله که آقای محقق معاونشان هست نیز گفتند که حرف‌های که در تهران گفته شده نمایندگی از دولت افغانستان نمی کند. این حرف‌ها به نمایندگی از دولت افغانستان نیست. افغانستان نمیخواهد که در جنگ‌های نیابتی منطقه افراد او، اتباع او، فرزندان افغانستان در این جنگ‌ها شرکت بکند. این چیز را دولت افغانستان نمیخواهد و حرف‌های آقای محقق به هیچ عنوان نمایندگی از دولت افغانستان و ملت افغانستان نمی‌کند. این بزرگترین تحول بود در چند سال اخیر و از وقتی که فاطمیون در سوریه برای منافع ایران و بشار می جنگیدن. بعد از این سخنرانی آقای محقق بگو مگوهای در داخل افغانستان و رسانه های افغانستان و در شبکه های اجتماعی میان جوانان افغانستان بالا شد، صداهایی را ما شنیدیم. اما با وجود این بعد از این هم دولت افغانستان به گونه رسمی نیامد در مورد فاطمیون چیزی نگفت. حالا که در این اواخر در هفته های اخیر به طور بسیار مرموز مخالفان دولت افغانستان یا گروه طالبان به مناطق شیعه‌نشین در ارزگان و غزنی، ولسوالی جاغوری و غیره حملات را انجام دادن، اینجا ما شاهد مسلح شدن شیعیان بودیم که تعداد زیادی از شیعیان این مناطق تحت نام دفاع از مناطقشان سلاح برداشتن، مسلح شدن. در اینجا نام قماندان به نام شجاعی، قماندان به نام علی شیر و غیره مطرح شد که در شبکه‌های اجتماعی میان جوانان افغان در مورد این مسلح شدن شیعیان به طور غیر مسئول، به طور غیر رسمی نگرانی‌هایی را با خود در پی داشت. اینجا باز یک بار دیگر قضیه فاطمیون مطرح شد. حتی مقامات امنیت ملی افغانستان، مقامات گذشتیش البته آمدن ابراز نظر کردن و گفتن که فاطمیون یک تهدید بالقوه برای افغانستان است. این است خلاصه موضوعی که ما در خلال این برنامه در موردش خواهیم پرداخت و با مهمانانمان در این مورد صحبت خواهیم کرد. البته تلاش میکنیم که با مولانا مجیب الرحمن انصاری، یک تن از علمای سرشناس افغانستان و جهان فارسی زبان صحبتی داشته باشیم، چون چند شب قبل بالای اقامتگاه ایشان یک حمله نافرجامی صورت گرفت که الحمدلله به جناب مولانا هیچ گونه آسیبی نرسید، اما به عنوان یک زنگ خطری بود که گذشت. انشالله بتوانیم جناب مولانا را تا دقایق بعد اگر بتانن روی خط بگیرن با ایشان صحبتی داشته باشیم، حال و احوالشان را داشته باشیم، چون به عنوان کارشناس برنامه قلبی آسیا چندین سال بر ما و شما بینندگان عزیز موضوعات مفیدی را مطرح کردن.
همکارم احمد جان میگویند که جناب مولانا را ما روی خط داریم. من در آغاز سلام های گرم و داغ خود و شما بینندگان عزیز را خدمت جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. جناب مولانا سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار رحیمی عزیز و همچنین خدمت مهمانان عزیز و گرامی شما جناب استاد بزرگوار استاد سادات صاحب و خدمت برادر عزیز و بزرگوار جناب استاد عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شما مادر و احترام در خدمت هستم جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم جناب مولانا صاحب انصاری از اینکه دعوت ما را لبیک گفتین و حاضر شدین که در مورد حال و احوالتان ما و بیننده های عزیز برنامه قلب آسیا را در جریان بگذارید. البته خبر ناخوشایند و حمله نافرجامی که چند شب قبل بالای منزل و اقامتگاه شما صورت گرفت ما و کل مسلمانان فارسی زبان را در سراسر دنیا البته این حادثه المناک اندوهگین ساخت و در عین حال الله متعال را شکرگزاریم که شما را در میان خود صحیح و سالم داریم. میشه برای ما و بیننده های عزیز در مورد این حادثه و در مورد صحتمندی خودتان اطمینان بدهید. تشکر جناب استاد بزرگوار. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسول محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. الله سبحانه و تعالی در کلام حمید و مجید خود می‌فرماید الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منه واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل صدق الله العظیم. جناب استاد بزرگوار، برای شما و برای همه عزیزان بهتر معلوم هست که از صدر اسلام برای داعیان و دعوتگران راه حق اگر مصائب و مشکلات هم سر راه پیش آمده یقینا او به نفع همان دعوتگران و نفع مسلمانان و نفع امت اسلامی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. الحدیث بناهن این حادثه که پیش آمد ما نمیگیم که این حادثه اول بوده و این حادثه اخیر هست، به خاطر اینکه همه داعیان و دعوتگران راه حق وقتی در راه دعوت قدم میگذارند همه مصائب و مشکلات سر راه خود میبینند، همه مسائل را پیش خود سنجیده در این راه گام برمیدارند. این راهیه که از صدر اسلام از نبی کریم صلی الله علیه و سلم گرفته که در راه دعوت مورد آزار و اذیت مشرکین و مورد آزار و اذیت دشمنان اسلام قرار گرفتند تا خلفاء الراشدین و بزرگان دین و ائمه و هر کدام در این راه سر راه اینها یقینا که دشمنان خارهای گذاشتند ولی الله سبحانه و تعالی راه دین و راه دعوت هر روز پر رونقتر و منورتر می سازد. ما همه در روی زمین از انبیاء علیهم السلام گرفته تا وارثین انبیاء علیهم السلام همه ما در دنیا هستیم به خاطر اینکه ما صدای دین باشیم و دین الله سبحانه و تعالی زنده باشد و به خاطر احیای سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و به خاطر جاری شدن احکام قرآن کلام پروردگار عالم. بنابراین از اینکه حادثه تلخ آمد و در این راستا جناب استاد بزرگوار به این ناراحت نیستیم، بلکه یگانه چیزی که ما را ناراحت میکنه به این که دشمن اینقدر گستاخ شده و جرأت پیدا کرده که تا پشت دیوار خانه یک طلبه دین هم میآید و از این هم افتخار هست که الحمدلله دشمن با سیه رویی آمد و با سیه رویی برگشت و جز ذلت و خاری و همان دزدیری و روسیایی چیزی دیگری برایش نماند. الحمدلله برای خود بنده هیچ آسیبی نرسید و
حتی برای محافظینی که مرتبط به بنده بودن، الحمدلله جز به استثناء یکی از عزیزان که بسیار یک جراحت سطحی برداشته و الحمدلله می‌بینیم که ذوق و شوق علما، ذوق و شوق جوانان نسبت به علما، محبت جوانان که در هر گوشتی نه تنها از داخل هرات، نه تنها داخل افغانستان، بلکه از هر نقطه دنیایی که این حادثه تلخ برای جوانان مؤمن و مخلص رسید، هر کدام اظهار همدردی و اظهار محبت و دوستی کردند که یقینا این حرکت ها همانطوری که در ظاهر الله سبحانه و تعالی می فرماید عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. خیلی چیزها ما به شر میپنداریم ولی الله اون را به خیر میگردانه. و همچنین آیه مبارکه که تلاوت شد، دشمنان در صدر اسلام وقتی که برای مجاهدین، برای اونهایی که زخم برداشته بودند، برای اونهایی که زخم رسیده بود، دشمنان آمدن و میخواستند که اونها بترسانند. هدف دشمن چیز دیگر نیست، این که بترسانند و مسلمان ها از او هدفی که دارند باز بدارند. وقتی که گفته شد برای اونهایی که زخمی رسیده بود، قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقتی آمدن و گفتن شما بترسید و در این راستا این ثمره و نتیجه این شد که فزادهم ایمانا، این سبب افزودن ایمان این صحابه شد و شعار ما این بود که وقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. و در این روزها ما می‌بینیم که بر علاوه که از این حرکت الحمدلله علما و طلاب مدارس و حافظان قرآن و ملت شریف افغانستان با تمام یعنی جانی و مالی اعلان همدردی نمودن، اعلان محبت نمودن و در کنار علمای خود ایستاده هستند. به طوری که شما شاید از صفحات مجازی دیده باشید، دیروز جلسه بزرگی از علمای بزرگ و از اندیشمندان و متفکرین بود که همه جمع شده بودن به خاطر اعلان حمایت و به خاطر اینکه این بزدلان و این افراد خفاشان و این مزدورانی که شاید به فکر این باشند که اگر یک نفر از بین ببرن یا 2 نفر 10 نفر از بین ببرن این چراغ خاموش می شود. نه خیر، هرگز میگه مصلحت نیست که این زمزمه خاموش شود. مجیب الرحمن چیزی نیست که در این راستا مطرح باشه. ابوبکرها، عمرها، عثمانها، علیها، سعدها و سعیدها و طلحها، ابو حنیفه ها و احمد بن حنبل ها بزرگان و ائمه دین بودند، در این راه فدا شدند. ما تو یک طلبه راه هستیم که الله کاش ما را بپذیره و قبول کنه که در راه دعوت و به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر فرهنگ قرآنی و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم کاش که الله ما را در این راه بپذیره و قبول کنه که در روز قیامت بگیم ای الله یک جان داشتیم به خاطر جاری شدن احکام کتابت و سنت حبیبت و ما این جانی که تو برای ما داده بودی او هم از تو بود، در راه تو فدا کردیم. تشکر. جناب مولانا صاحب، در مورد این حمله دولت افغانستان یا مقامات امنیتی هرات چیزی گفتن به شما که این حمله از سوی کی بوده و واکنش دولت افغانستان تا کنون چی بوده؟ به سراغ این مجرمین رفتند یا خیر؟ از لحظه‌ای که ساعت 7 شام بود، وقت نماز عشا که حمله صورت گرفت و بعدا نیروهای امنیتی آمدن اطراف خانه و منزل اینها را گرفتن و چیزی که اولین حرف اینا این بود که شما افرادی که دارین اینها فقط داخل منزل بمانند و بیرون از منزل ما به دوش ما هست. درست. و بعد از چند ساعت به فرموده خود افراد حکومتی و امنیتی گفتن که اونها متواری شدن، اونها فرار کردن و تحقیقات تا به امروز هم که سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات گفت که تحقیقات جریان داره و هنوز پرسنل امنیتی تحقیق دارن و تحقیقات میکنن. انشالله علما همه منسجم شدن که این قضیه نباید با آسانی خاموش بشه، چون قضیه یک عالم و یک طلبه رایدین مطرح نیست، بلکه باید که بدانن که این دستها از کجا سرچشمه میگیره و چگونه دستهایی است که
امروز رحم نمیکنه برای یک طلبه دین، برای یک عالم و برای امروز میبینیم حادثه دلخراشی که در کابل صورت گرفت شب گذشته که من جا داره از طریق همین برنامه شما برای شهدای حادثه کابل دعا و درود میفرستم. الله روح شهدا را شاد داشته باشه. آمین. مجروحین را شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایه. الله برای بازماندگانشان صبر جمیل عنایت بفرمایه. الله دستای ظالمینی که اونها امروز برای حافظ قرآن و برای عالم دین رحم نمیکنه، الله دستان مغرضین کوتاه بگردانه و جزای ظالمین را بده. بنابراین مسئولین امنیتی فعلا برای ما میگن تحقیقات جریان داره که متاسفانه نمیفهمیم تحقیقات چند روز طول خواهد کشید. بسیار خوب، تشکر میکنیم جناب مولانا صاحب انصاری که از اوقات مملوئتان برای ما و بیننده های عزیز برنامه قلبی آسیا وقت گذاشتین تا بیاین ما و بیننده های عزیز برنامه قلبی آسیا و مسلمانان سرتاسر فارس زبان دنیا را مطمئن بسازید. از شما تشکر میکنم و همچنین سلام دارم خدمت همه دستندرکاران شبکه ندای حق، همه دوستان و عزیزان. و میخوام در اخیر یک نکته دیگه هم اشاره بکنم به این که در بعضی از صفحات مجازی نشر شده بود که این کس به خاطر اینکه فلانی کارمند و یا بالاخره در وسال حق و اینها کار میکنه به این واسطه بوده. میخوام این را بگم که من مدتی میشه که در وسال حق برنامه ندارم و هیچ ارتباطی ندارم و این مسئله مرتبط به این موضوع نبوده و الله سبحانه و تعالی اونهایی که میخواهند در این راستا علیه شبکه وسال حق، علیه ندای حق و علیه کارمندان وسال حق و ندای حق میخوان از این طریقه یک توصیه یا بالاخره دلخوری برای کارمندان ایجاد بکنن. چنین نبوده و چنین نیست. الله سبحانه و تعالی کسانی که در راستای مختلف میخواهند پیش روی دعوت و دعوتگران بگیرن و خاموش بکنن، الله اونها را هدایت کنه و اگر قابل هدایت نیستن الله جزایشان را بده. آمین. تشکر از شما و الله حافظتان. موفق باشین. تشکر. سلامت باشین. بیننده های عزیز، گفتگوی داشتیم با مولانا مجیب الرحمن انصاری، کارشناس علوم اسلامی که شب‌های گذشته بالای منزل ایشان کملیگ نافرجامی صورت گرفته بود. در مورد صحتمندی و حال و احوال ایشان صدایشان را شما شنیدید. احمد جان، ما میریم به سراغ اصل برنامه خود که عنوانش هست فاطمیون در افغانستان چی میخواهند. اگر مهمان ما روی خط هست میریم به سراغ مهمان بعدی. تا اینکه مهمان ما وصل شود، بیننده های عزیز، من داشتم قبلا در مورد این صحبت می کردم که یکی از نگرانی های جدی مردم افغانستان، ملت شریف این دیار، ملت مظلوم و ستم دیده و زجر کشیده افغانستان در این اواخر این است که تعداد گروه های حلقات کشورهای سفارتخانه های در افغانستان میخواهند که جنگ مذهبی را دامن بزنند، جنگ افغانستان را یک جنگ مذهبی بسازند و این را جنگ شیعه و سنی جلوه بدن و به همین اهداف، تحت همین اهداف از جوانان و افراد شیعیان افغانستان در نقاط مختلف این کشور دارن سربازگیری میکنن و آنها را به طور غیر مسئولانه خارج از چوکات دولت افغانستان دارن مسلح میسازند تا آنان از خود دفاع بکنند. البته ما قبل از این بارها شاید 10 برنامه در مورد این موضوع رفته باشیم که چرا از جوانان افغانستان به خاطر جنگ نیابتی در عراق، در سوریه رژیم آخوندی ایران استفاده میکنه، از فقر و تنگدستی و بیچارگی مهاجرین افغان در ایران چرا دولت ایران استفاده سو کرده، آنها را هیزم جنگ های خاورمیانه میسازه. در آن وقت پرسش بسیار مهم را ما بارها مطرح میکردیم که بعد از ختم شدن جنگ سوریه، وقتی که جنگ سوریه به پایان میرسه، این نیروهای شیعیان افغانی که در آنجا حدود 14 تا 20 هزار یا بیشتر هم گزارش می شود، این 20 هزار نیرویی که
چندین سال در آنجا جنگ کردن، آدم کشتن، با خون خو گرفتن و عادت کردن، اینها کجا می روند و مشکل اینها چی می شود؟ آیا بیش از این 20,000 مسلح افغانی را ایران در خود جا می دهد؟ نه خیر. ما آن وقت می گفتیم که در اخیر این نیروها به افغانستان برمیگردند و یک جنگ مذهبی را در افغانستان اینها روی شانه های خود حمل می کنند و جنگ مذهبی را در افغانستان اینها پیش میبرند. و حالا بعد از گذشت چندین سال حالا مقامات امنیتی افغانستان میآیند و میگویند که فاطمیون یک تهدید بالقوه برای امنیت افغانستان شدند. پس چرا دولت افغانستان تا کنون در مورد خاموش بود، ابراز نظری نمی کرد، نه در سازمان های بین المللی، در جلسات بین المللی این موضوع را مطرح کرد و نه هیچگاه با مقامات ایرانی در این مورد صحبت کرد و حتی سفیر ایران را هم بار احضار نکردند و نپرسیدند که چرا از فقر و بیچارگی و تنگ دستی مهاجرین افغان استفاده سو میکنند، در حالی که دهها و صدها کلیپ از اسیران افغانی در سوریه را جیش الحر و غیره گروه های سوریه به نشر سپاریدند که تعداد این افغان ها از زندان های ایران خارج شده بودند که گفتن ما را از زندان خارج کردن به شرط این که بیایم به سوریه اینجا بجنگیم. تعدادی هم گفتند که ما به خاطر کار و اینها به ایران رفتیم و به دست اطلاعات ایران افتیدیم و آنها ما را برای جنگ به سوریه فرستاد. با وجودی که دهها کلیپ و صدها کلیپ از این اسیرها و مصاحبه‌های آنها، گفتگوهای آنها در شبکه‌ها، در یوتیوب، در شبکه‌های فیسبوک، توییتر و غیره نشر شد، اما هیچگاه دولت افغانستان یک بار هم نپرسید که این جوانان کجا می روند، چرا می روند، که ها اینها را میفرستد، در بدل چی اینها جان خود را در خطر می اندازند و هیزم جنگ های نیابتی در آنجا می شوند. متاسفانه حالا فکر می کنم دارد آب از سر می گذرد و یک تهدید جدی پیش روی ملت افغانستان قرار گرفته است. همکارم احمد جان میگن که مهمان ما استاد رحمت الله فطرت، تحلیلگر امور سیاسی از افغانستان با ما روی خط هستند. استاد فطرت عزیز، اگر صدای ما را میشنوین در آغاز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. در نخست سلام خدا و سلام خدا خدمت تمامی بینندگان شبکه جهانی ندای حق تقدیم میکنم. شبکه جهانی فارسی 24 استاد فطرت عزیز، شبکه جهانی فارسی 24. البته نام ما حدودا 2 هفته قبل تغییر خورده. خواهش می‌کنم. شبکه جهانی فارسی 24 تقدیم میکنم و امیدوارم تقوی دوستان صحبت سلام باشند. تشکر، ممنونتان. ما تشکر، سلامت باشید استاد فطرت عزیز که بار دیگر برای ما و بینندگان عزیز برنامه قلب آسیا وقت گذاشتین تا روی این موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم. استاد فطرت عزیز، بدون شک شما و کل ملت افغانستان شاهدیم که کشور عزیز ما از چندین سال، از چندین دهه در خاک و خون افتیده است. ما هر روز در هر گوشه افغانستان می‌بینیم جوانان این میهن کشته میشوند، از بین برده میشوند و در این اواخر صداهای دیگری هم بلند شده است، قسمی که چند قبل مقامات امنیتی گذشته افغان گفتند که فاطمیون یک تهدید بالقوه برای افغانستان جور شده است. میشه برای ما بگوین که این فاطمیون چی است؟ اولا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و بعد. بله، دقیقاً من موافق هستم با حرفایی که شما زدید که افغانستان در معرض جولان کشتارگاه کشورهای همسایه و از نظامهای مقتدر دنیا قرار گرفته و حالت موجوده در افغانستان واقعا نگران کننده است. بله. اما در مورد پرسش که شما مطرح کردین در مورد تیب فاطمیون، اشکال فاطمیون، من میخواهم که در مورد هذه یک مقدار توضیح بدم. اولا یک واژه
یا واژه لشکر که تیپ وقت استفاده یا استعمال میشه کاربردی زی برای افرادی که کمتر از لشکر هستند برای از تیپ گفته میشه. در ابتدایی که لشکر فاطمیون شکل میگیره و قبل از اینکه این گسترش پیدا میکنه در زمان اعلام موجودیتش که با یک هسته کوچک شکل میگیره در حقیقت تیبی بود که ساخته شده و این تیب فاطمیون توی شبه نظامی وابسته سپاه قدس است. در سال 1392 با 22 نفر در قیه زینب سوریه علم موجودیت میکنه که حالا نام عربی از این به نام لوای فاطمیون و همچنین نام فارسی از این به نام لشکر فاطمیون هست. درست. که در ابتدا بنیانگذار این تیپ فرد به نام علیرضا توسلی ملقب ابو حامد هست. بعدا این آدم توسط جنگنده های اسرائیل به میرسه و در حقیقت تیپ فاطمیون و لشکر فاطمیون که فعلا از بحث تیپ بودن خارج شده و در حقیقت به حیطه لشکری داخل شده که حالا تحت قیادت فاطمی ها لشکر بسیار گسترده‌ای که به حمایت مالی و سیاسی سپاه قدس در حرکت هست. درست. یک لشکر گسترده و یک لشکر قوی است و از لحاظ ایدئولوژی یا طرز و تفکر که لشکر داره در واقع به نام اسلامگرایی شیعه ولی در حقیقت بنای ترویج کننده افکار اهل تشیع در دنیا بوده که به این نام میخواد فعالیت‌های شیعه‌گرایی یا توسعه حاکمیت قدرت شیعه اثناعشری و یا هم حکومت آخوندی ایران را گریش بیشتر در ایران پهن بکنه و این طریق ایران میخواد که قدرت نمایی بالای کشورهای همسایه و در دنیا بکنه. بسیار خوب. شما گفتین که این تیپ فاطمیون که حالا به لشکر تبدیل شده است در سوریه اول ابراز وجود میکنه و عرض اندام میکنه. به نظر شما حالا که مقامات استخباراتی افغانستان میگویند که فاطمیون برای افغانستان تهدید بالقوه هستند، یعنی چی؟ یعنی ما باور بکنیم که حالا فاطمیون از سوریه به افغانستان برگشتن یا اینجا هم همون سربازگیری که اول از اینجا میشد به سوریه فرستاده میشد حالا در همین افغانستان اینها دارن سربازگیری میکنن؟ آیا به نظر شما در افغانستان فعلا فاطمیونی وجود دارد؟ بله دقیقاً لشکر فاطمی ها در افغانستان وجود دارند، حضور دارند و حضور فیزیکی. لشکر فاطمی ها در افغانستان از امسال یا سال قبل نبوده که ما بیم سریزی توجه بکنیم. بر اساس اطلاعات روز که شبکه اطلاعات روز گزارش را که در مورد جدیداً در صفحه گوگل نشر کرده و تحقیقات را که در مورد لشکر فاطمی ها به دست نشر سپاریده با یکی از اندلکاران شبکه یا لشکر فاطمی ها که به نام جواد مصاحبی را انجام داده و او آغاز فعالیت لشکر فاطمی ها را به سال 2014 برمیگرداند. او مدعی است که لشکر فاطمی ها در افغانستان در سال 2014 این لشکر شکل گرفت و به اساس وعده و همکاری $5 امریکایی برای کسایی که عازم جنگ به سوریه میشن از طریق لشکر برای آنها ماهوار پرداخت میشد و از این طریق اینها وارد جنگ در سوریه میشدند. و همچنین دیدارهایی که نماینده ولایت فقیه از کشته های مربوط به لشکر فاطمی ها در سوریه داره و ما میگیم این مسئله است که من قبلا گفتم که اساسا ابتدا در ابتدای لشکر در سوریه شکل گرفت، اعلام موجودیت کرد. بله. و بعدا هم لشکر وارد افغانستان شد. حالا توجه جدی ما روی موضوع بحث افغانستان است که آیا دقیقا لشکر فاطمی ها در افغانستان حضور دارند یا خیر. ما دو تا تحقیقات که یکی رادیوی آزادی و همچنین نهادهای تحقیق کننده و پژوهشگر که در افغانستان تحقیقات خود انجام دادن و ادامه دادن، مصاحبه‌ای که رادیو آزادی با ملک کوزه که از طریق صوتی و تحریری به دست نشر رسیده، حاشیه ملک کوزه است که
دفاعی و امنیت داخلی مجلس نمایندگان با ابراز نظر از تهدیدهای موجوده در افغانستان، ایران را مقصر اصلی برای ترویج افکار تشیع و همچنین تحکیم حاکمیت نظام اثناعشری در افغانستان می‌داند و این در این مصاحبه مدعی هست که ایران با جابجا کردن تیب فاطمی دو هدف عمده را در افغانستان دارد. خب ایران نگران به این هست که اگر صلح حکومت افغانستان با طالبان در حقیقت منتج به یک نتیجه شود و صلح به وجود بیاید، لشکر با گروه جنگنده در برابر حکومت خاطر تعیین منافع ایران وجود ندارد. هرگاه صلح طالبان با حکومت افغانستان به پایان میرسه و جنگ در افغانستان خاتمه پیدا میکنه و افغانستان به عنوان حکومت مقتدر میاد در روی صحنه قدرت سیاسی اعلام میکنه و منافع ایران از طریق افغانستان در خطر قرار میگیره و به این خاطر ناگزیر هست که یک لشکر دیگر را به خاطر جابجا ساختن بدیل برای گروه طالبان در افغانستان قبل از رسیدن به توافق صلح باید این را جابجا بکنه. یک هدف درست. هدف دومش هم ای که چرا مثلا لشکر فاطمی ها در افغانستان تلاش داره که جابجا بکنه و یا هم به های آبی که در افغانستان وجود داره که منافع ایران از این طریق در خطر قرار بگیره و ایرانی ها دیگر نمیتونن که به دنبال منافع بیشتر و سودجویی هایی که از طریق آب افغانستان داشتن این را کنترل بکنه. درست. و همچنان اجمل بلوچ رئیس پیشین تحقیق و اطلاعات امنیت ملی افغانستان که در جمعه گذشته مصاحبه‌ای که با رادیو آزادی داشت و تحقیقات که یا پژوهش روی موضوع موجودیت لشکر فاطمی در افغانستان تمرکز داده. درست. اجمل بلوچ ایران در جنگ غزنی و ارزگان داخلی جنگ می‌داند و علت اساسی مداخله ایران به هم دو هدف عمده‌ای که آقای علی کوزی مطرح کرده بود. آقای اجمل بلوچ هم موافق با دیدگاه علی کوزی هست و او هم به این باور است که ایران به خاطر دو هدف عمده دست به این فعالیت‌ها قرار می‌ذاره و همچنین فرد دیگری از سیاسیون افغانستان به نام هیگل سلیمانخیل که کارشناس امنیتی افغان هست هم به این باور است و تقاضای جدی هم از حکومت در مورد داره که تیب فاطمی ها یا لشکر فاطمی ها یک دردسر برای آینده حکومت افغانستان هست و حکومت افغانستان باید هرچه زودتر اقدام عاجل را باید روی دست بگیره تا اینکه از اعمال نفوذ لشکر فاطمی در افغانستان جلوگیری بکنه. در غیر آن اگر حکومت افغانستان دست به اقدام همچون مسائل میزنه، موجودیت لشکر یک دردسر بزرگ برای حکومت برای آینده افغانستان و برای حکومت افغانستان هست. شما گفتین که استاد فطرت عزیز شما گفتین که باید دولت افغانستان در این مورد اقدام بکنه. آیا تا کنون هیچ اقدامی از سوی دولت افغانستان صورت گرفته است؟ من قبلا گفتم که در چند سال گذشته که فاطمیون در سوریه داشتن می‌جنگیدن و ما در چندین برنامه شما هم شاهد بودین، در بعض برنامه‌های ما بودین که ما این سوال را مطرح کردیم وقتی که فاطمیون قضیه سوریه ختم میشه و جنگ سوریه تمام میشه این فاطمیون کجا میروند؟ دولت افغانستان متاسفانه نه در مقابل دولت ایران چیزی در این مورد گفت و نه هم در جلسه‌های بین المللی این موضوع را مطرح کرد که چرا ایران از شیعیان افغانی از فقر و بیچارگی آنها استفاده سو میکنه و آنها را به جنگ سوریه روان میکنه. متاسفانه تا کنون هیچ اقدام مقبول و چشمگیری از سوی دولت افغانستان ما ندیدیم. آیا بعد از این شما به چه باور هستین که دولت افغانستان حالا آماده این شده که در این مورد اقدامی بکنه یا حرفهایی داشته باشه؟ ما در مورد اقدام حکومت افغانستان به جلوگیری از اعمال نفوذ لشکر فاطمی ها در افغانستان همچنان که شما مطرح کردین، ولی دقیقاً ما تا حال شاهد همچنین اقدامات چشمگیر و ارتباط جلوگیری یا منع نفوذ لشکر تا حال ما دیده نتوانستیم و هیچ کس هم شاهد این قضیه نبوده. درست. اما من طرح‌ها یا راه‌حل‌های برای اقدام این برنامه و این مسئله را هم به تمام شنوندگان بینندگان شبکه جهانی 24 فارسی
خدمتشان به عرض می‌رسانم که اگر حکومت ملت افغانستان، مردم مسلمان و متدین و رنج کشیده افغانستان می‌خواهند که آرامش کامل زندگی بکنند و اگر صلح ما با طالبان نتیجه مثبت داشته باشد و بیان برادرای ما در کنار ما به عنوان برادر زندگی بکنند، صلح افغانستان به وجود بیاید. دردسر دیگه که طرف حکومت ایران به خاطر ایجاد یک لشکر سیاه رویتر یا لشکر سیاه دلتر در اقدام هست و راه حل به نظر من این است که حرکت های مدنی مردم به خاطر ایجاد فشار یا وارد کردن فشار بالای حکومت گزینه های آپشن خوبی هست که ما از این طریق میتونیم استفاده بکنیم. یعنی باید ملت حرکت های مدنی را راه بیاندازند، بالای حکومت فشار وارد بکنند. بالای حکومت باید از هر گزینه مناسب که راه ممکنه وجود داره باید اقدام بکنند و این مسئله را باید عاجل بازی مسئله بسته شود. درست. در غیر از او فکر نکنم که حکومت با این اتحاد پذیری ها و با این مجاورگری هایی که با این گروه با این مردم داره، شما شاید در جریان باشین یا هم از طریق رسانه های جمعی شما دیده باشین که سر و صداهای در میدان وردک خاطر توزیع اسلحه از طرف یک تیم خاص با وجود آمد، ولی حکومت واکنشش در برابر این اتحای مردم به خاطر توزیع اسلحه و یا همچنین به خاطر واکنش از لشکر فاطمی ها، حتی کسانی که در قدرت افغانستان، در حکومت افغانستان شریک قدرت هستند، واکنش هایی که نشان دادن، کنش هایی که نشان دادن، حکومت افغانستان در برابر چیزهایی که واکنش نداشت. من به این باور هستم که اگر ما از جلوی این قضیه هم با اتحاد پذیری و با نرمش بگذاریم، در حقیقت روزگار سیاه دیگر بار دیگر در افغانستان تحت نام دیگر تکرار میشه و اونجاست که باز حرکت های ما هم به نفع ما و سود ما نخواهد بود. یقینا. تشکر میکنیم استاد رحمت الله فطرت که برای ما بیننده های عزیزی برنامه قلب آسیا وقت دادین. تشکر از شما. تشکر از شما و خداحافظتان. بیننده های عزیز، گفتگویی داشتیم با استاد رحمت الله فطرت، استاد دانشگاه و همچنان تحلیلگر امور سیاسی که از افغانستان با ما روی خط بودند و در مورد لشکر فاطمیون توضیحات دادند و گفتند که از سال 2014 بعد این تو لشکر فاطمیون در افغانستان هست و فعلا یک تهدید بالقوه واقعا برای مردم افغانستان و دولت افغانستان جور شده است و از مردم افغانستان خواستند که با حرکت‌های مدنی و با هر ابزاری که میتونن باید جلوی رشد و گسترش این لشکر شوند. در غیر آن ما یک بار دیگر با سیاه روزهای دیگری مواجه میشویم. خدا آن روز را سر ملت ما نیارد. بیننده های عزیز، در این مورد در مورد فاطمیون در افغانستان چه میخواهند مستند و یا گزارش آماده داریم که خدمتتان عرض میکنیم و بعد از دیدن این مستند انشاءالله با مهمان دیگه ما استاد سید خبیب سادات از آلمان صحبت خواهیم کرد در مورد اهداف فاطمیون در افغانستان و که ها در افغانستان جنگ مذهبی را دامن میزنند و که ها از این جنگ مستفید میشوند. انشاءالله بعد از دیدن این مستند و گزارش با ایشان صحبت خواهیم داشت. عنوان این مستند هست افغانستان بار دیگر در تیررس نظام ولایت فقیه. احمد جان، من کلیپ را اینجا باز میکنم. بله احمد جان، این کلیپ است، با هم میبینیم و بعد از دیدن این مستند انشاءالله با استاد سادات عزیز صحبت خواهیم کرد. افغانستان بار دیگر در تیررس نظام ولایت فقیه. آخوند بادمست دیار پارس پس از کشت تخم کینه و آتش افروزی جنگ‌های مذهبی در همسایه‌های مغرب این بار اسب خود را سوی مشرق زین نموده است. نزدیکترین همسایه شرقی ملک ایران
سرزمین جلال الدین خوارزمشاه و سلطان سیف الدین قطز می باشد که در نبود آنان زیر سومهای این قشون ایلی خانی صفت صفوی دارد لگدمال می گردد. چنین می نماید که ایلی خانی ها این بار با زدن ماسک آخوندی بر چهره دارند سرزمین های اسلامی را یکی پس از دیگری به خاک و خون کشیده از فجایع تاریخیشان در بغداد و دمشق و فلسطین و سایر بلاد مسلمین عملاً تجلیل می کنند. نوادگان چنگیز یا آخوندان بی لگام ایران را سرشتی است بس شنی، ظهورشان توأم بوده است با جنگ، انگار ناف آخوند را با تیغی جنگ و نفاق و بربریت بریده باشند. این آخوند پیر به ادامه نقش پای مرشدش چنگیز خان در اولین ماه‌های ظهور طبل جنگ را علیه بغداد کوبید. 8 سال جنگ اصلاً بسنده نبود. آخوند می بایست منشور مغولگونه ولایت فقیهش را از دمشق و بیت المقدس گرفته تا نجد و حجاز و رود نیل تطبیق می کرد. عراق، سوریه، لبنان، یمن، نایجریا کشورهای اند که در نتیجه فتنه افروزی ایران به جوی بار خون بیگناهان مبدل شدند. پس از این همه کشت و خون، این بار چشم حقود آخوندان ایران افغانستان را نشانه گرفته است. بر اساس تازه ترین کتابی که تحت عنوان لشکر فاطمیون جنگجویان افغان در جنگ داخلی سوریه از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان ترجمه و به نشر رسیده، لشکر تروریستی فاطمیون تهدید بالقوه در برابر امنیت افغانستان تلقی شده است. این پژوهش که اثر توبیاس شنایدر نویسنده و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در مؤسسه سیاست عمومی جهانی در برلین می باشد، پرده از اهداف خرابکارانه ایران در افغانستان بر می دارد. در یک گفتمانی که به هدف مطالعه عوامل ایجاد لشکر فاطمیون، چگونگی سربازگیری و تأثیرات آن بر امنیت ملی افغانستان در کابل تدویر یافته بود، شمار از مقامات بلندپایه امنیتی سابق در کابل هشدار دادند که در کنار گروه‌های دیگر لشکر فاطمیون نیز در افغانستان وارد میدان جنگ شده است. آریان شریفی، رئیس سابق ارزیابی تهدیدات در شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که ایجاد لشکر تروریستی فاطمیون و جنگ نیابتی آن در این کشور بر روابط کابل و برخی از کشور. ببخشید بیننده های عزیز، مشکل فنی اینجا رخ داد. متاسفانه کلیپ البته تمام نشده بود. احمد جان میشه که دوباره پلیش کنیم یا؟ بله. برای کلیپ رو دوباره پخش میکنیم. بیننده عزیز، معذرت ما را بپذیرید که مشکل فنی مثل که اینجا در لپتاپ من رخ داده. به هر حال ادامه این کلیپ را ما دیده نمیتونیم. احمد جان، بله، مهمان دیگه ما استاد سید خویب سادات، کارشناس علوم اسلامی و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان البته با ما روی خط هستند. در آغاز من سلام های گرم و داغ خود و شما بینندگان عزیز را خدمت استاد سادات عزیز تقدیم نموده ایشان را خوش آمدید میگویم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. سلامت باشید استاد سادات عزیز از اینکه برای ما و بیننده های عزیز برنامه قلب آسیا وقت گذاشتین تا در مورد بسیار مهم و حساس صحبت بکنیم. عنوان برنامه ما هست فاطمیون در افغانستان چه میخوان. البته قبل از شما ما با استاد رحمت الله فطرت در این مورد صحبت کردیم و ایشان
برای ما فاطمیون رو معرفی کردن و همچنان از این که آیا آنها در افغانستان حضور دارند یا خیر گفتن از سال 2014 بعد این سو البته لشکر فاطمیون در افغانستان حضور فیزیکی و حضور بالفعل دارد و همچنان بعضی از اهداف فاطمیون در افغانستان را اشاره کردن. میشه شما هم برای ما در مورد اهداف حضور فاطمیون در افغانستان اگر گفتنی هایی دارید از اینجا صحبت را آغاز بکنیم در مورد اهداف این گروه که اینها در افغانستان چی میخواهند، اهدافشان چیست به نظر شما؟ با عرض سلام مجدد خدمت شما برادر بزرگوار استاد رحیمی صاحب و شنوندگان و بینندگان محترم و گرامی شبکه جهانی شما که الحمدلله که در راه دعوت همیشه شب و روز تلاش میکنین. ما میخوایم که در رابطه با این مطلب انشاءالله اشارات مختصر داشته باشم. بفرمایید. الحمدلله و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداه. به نظر بنده و تا جایی که مطالعات عملی و مطالعات تاریخی نشان داده که اهداف فاطمیون در افغانستان اهداف تاریخی ایران در منطقه است و کارهای از اینا بر اساس فتوایی که از قم گرفته میشه و سیاستش از تهران و تربیت نظامیش توسط ارتش ایران تثبیت میشه و البته اهداف اینا رقم میخوره. در این رابطه البته ما باید یک مطلب را به کلی بدانیم که فاطمیون شاخه های متعدد دارند. فاطمیون نظامی، فاطمیون سیاسی، فاطمیون فرهنگی، هر کدام اینا در بخش‌های مختلف اهداف خاصی را دنبال میکنند ولی در مجموع با هم وحدت عقیده دارند، وحدت نظر دارند. جناح عسکری به نام فاطمیون البته از جمله اهدافش تا جایی که من فکر میکنم اولین هدفش تحقق اهداف استراتژی ایران در افغانستان و در منطقه است که به خاطر منافع ایران کار میکنه و از جمله اهدافش ترور شخصیت هایی است که بر ضد منافع ایران به اصطلاح قلمداد شدند و اینا دخالت های ایران را در افغانستان نمیخواهند و من حیث شخصیت های مطرح در جامعه اهل سنت و جماعت افغانستان مطرح هستند. درست. شعار فاطمیون از سابق و از تقریبا از زمانی که اینا تأسیس شده از سال 2012 و بعد قتل عام اهل سنت و جماعت بوده و شما میدانید که روی این انگیزه اینا تشکیل نظامی دادند در سوریه و در عراق و به عین ترتیب شاخه‌های در افغانستان و در پاکستان هم ادامه داره. درست. و به عین ترتیب ما میبینیم که خود اهداف اینا در داخل افغانستان کش دادن باشندگان مناطق سنی‌نشین بوده، در بامیان، در ارزگان، در میدان وردک، در غزنی، جاغوری، در جاهای متعدد اینا به مجرد جابجا شدن و جای پیدا کردن دیدیم که باشندگان اصلی اهل سنت و جماعت جا را کش دادن و با تصاحب خانه ها و زمین ها، گاه ها و املاکشان این بیچاره ها را آواره و در بدر ساختند. درست. همچنان با اینا در ترینینگ نظامی و تروریستی که اینا ترینینگ نظامی و تروریستی میتن افراد وابسته به ایران در انجام عملیات های انتحاری و انفجاری در اماکن مقدسه مانند مساجد، حتی در تکایا و در بین محافل و کنفرانس ها و سمینارهای اهل سنت و جماعت. اینا کارهایی است که فاطمیون در داخل افغانستان انجام میدن. توزیع اسلحه حتی در منطقه، در ولسوالی ها، در ولایات، در پایتخت افغانستان. شما برخوردهای نظامی را در چند روز
همین هفته که گذشت در پانتون کابل دیدین. بله. و با این ترتیب در سالهای گذشته که اینا اصطلاح توسعه میکردن چندین بار در بین مؤسسات علمی برخورد شده و اینا در امو محل حضور فیزیکی پیدا کردن. بله. و با این ترتیب شما میبینید در مناطقی که اینا تسلط پیدا کردن، شکنجه دادن مستفیدان اهل سنت، زنان و کودکان مظلوم اهل سنت در مناطق تحت کنترلشان که عبدالحکیم شجاعی در اورزگان یعنی یک از تروریست های سرشناسی است که متاسفانه بگویم که پشتوانه دولتی هم داره به سوی آقای خلیلی و که قبلا معاون رئیس جمهور بود. بله. شما میبینید که اینا حتی در شرایط خاص سکیوریتی و امنیت محافل کنفرانس ها مشترک ایران و روافض افغانستان میگیرن در کابل، در ولایات. شما به خاطر دارین در امی عاشورایی که گذشت بیشتر از 500 نفر مسلح تنها در عاشورای شهر کابل در غرب کابل به نام دفاع از مقدسات و زنجیر زدن و قمه زدن اینا سکیوریتی داشتند و مسلح به اصطلاح یک نمایش نظامی را برای مردم نشان دادند. بله. در حالی که ما میبینیم که در اونجا تصاویر و مجسمه های امام خمینی و سردار قاسم سلیمانی و تصاویر بشار اسد، حسن نصرالله سیستانی اینا را فقط امی مجسمه ها را اینا به اصطلاح حفاظت میکردن و برای ارعاب و ترساندن اهل سنت درست. و برای زمینه سازی برای آینده خودشان این کارها را البته بالکل یعنی اهداف بالکل برملا و آفتابی از اینا در داخل افغانستان. درست. استاد سادات عزیز، شما گفتین که یکی از اهداف اینها ترور کردن افراد مخالف سیاست ایران، مخالف مداخلات ایران و همچنان هدف قرار دادن مراسم و مراکز اهل سنت است. دو روز قبل حادثه خونینی که در کابل رخ داد در مراسم میلاد النبی در هتل اورانوس در کابل، طالبان هم نکوهش کردند، مذمت کردند، گفتند که این کار آنها نیست. داعش هم قبول نکرد، دولت افغانستان هم محکوم کرد. آیا فکر میکنید که گروه دیگری میتونه همچون حملات را انجام داده باشه و به نظر شما کی می باشه او گروه؟ این کلا قابل فهم است که مردم افغانستان خصوصا اهل سنت و الجماعت طی 40 سال گذشته بیشترین قربانی را در افغانستان دادند. بله. مناطقشان بیشترین تلفات دیدند، بمبارد شدند و زیادترین مهاجرین از این مردم هستند که تا هنوز متاسفانه بگویم بیشتر از 5 میلیون الی 6 میلیون در خارج از افغانستان اینا نسل سومشان متولد می شود. یقینا. و این خاطر است که متاسفانه دولت ایران یعنی هرگز خوشحال نیست به این که در بین افغانستان یک صلح دائمی و آتش بس دائمی طور برقرار شود که دیگه قطره خون نریزه و گلوله فیر نشود. به این خاطر است که ما متيقن هستم و معتقد هستم که حتی به خاطر مسائل انتحاری و انفجاری در داخل تکیه‌خانه ها دولت ایران نقش داره. درست. تا بتونه به یک تیر و دو فاخته، چرا برای او هدفش بسیار مهم است و اهداف استراتژیک دراز مدتی که دارند در افغانستان و در منطقه. به این خاطر است که از یک طرف اهل سنت و الجماعت کشتنش برای اینا عبادت است و این باعث شفاعت امام زمان در روز قیامت می شود و همچنان بالا رفتن امو گراف و درجه به اصطلاح مقام منزلت معنوی اینا را توجیه میکنه و از طرف دیگه خود انتحاری و انفجار نمودن یا منفجر ساختن در مساجد و معابد در وقت جلسات علمای اهل سنت و الجماعت، خصوصا علمای اهل سنت و الجماعت اینا بیشترین فایده را و بیشترین دستاورد دارند. چرا اینا این کار انجام میدن؟ جواب بالکل روشن است. درست. به خاطری که از یک طرف علمای اهل سنت و الجماعت مردم
زیادترین کسایی که در افغانستان دوست دارن او روحانیون اهل سنت و جماعت و زیادترین کسایی که به اهداف ایران و عقاید مزخرف روافض مردم را تنویر میکنند علما و روحانیون هستند. و این علما و روحانیون در تاریخ بودن که اینا فتوا صادر کردند و اینا خودشان رهبران خیزش‌های اسلامی و خیزش‌های ملی بودند و در برابر چه در تاریخ از زمان صدر اسلام تا عصر ما این برای ایران بالکل یعنی یک قابل هضم نیست، یعنی و پذیرفته شده است و مردم ما را از این خاطر ما برای مردم اینطور نشان میده که گویا این شاید از طرف گروه های اهل سنت و جماعت شده باشه، در حالی که هیچ کسی مسئولیت به عهده نگرفت. بله. پس از این صحبت های شما در کل ما اینطور برداشت بکنیم که در افغانستان رژیم آخونده ایران است که میخواهد جنگ مذهبی را دامن بزند توسط مزدوران داخلیش؟ در این شک وجود نداره که در افغانستان یعنی جنگ داخلی را ایران و مزدورای داخلیش دامن میزنند. البته در این رابطه دستگاه خارجی که دولت ایران برای آمدنشان دروازه های کشور خود باز کرد و آسمان خود را در خدمتش قرار داد که امو کسایی که در عراق و در بغداد و در یمن همکار اینا بودند. متاسفانه که امو مردم در افغانستان هم به خاطر دامن زدن جنگ سنی و شیعه یا جنگ‌های مذهبی نقش بازی میکنند. کسانی در افغانستان جنگ شیعه و سنی را دامن میزنند که برای توطئه کردن افغانستان و تجزیه افغانستان و حتی اشغال افغانستان متاسفانه کمر بستند. کسانی که برای هدف پلید تا دمشق و بغداد و یمن نیرو و مزدور و تروریست میفرستند. کسایی که 20,000 از اولاد مظلوم هزاره ها و شیعه ها را متاسفانه بگویم که برای اهداف پلید خود آماده قربانی کرد و کسانی که کتاباشان و رهبرایشان در قدیم و در جدید بزرگان اهل سنت را پلیدتر از خر و سگ و خنزیر معرفی می‌دارند، اینا هستند که در افغانستان جنگ سنی و شیعه را دامن میزنند و متاسفانه که ملت ما کمتر در این رابطه در جریان حقایق قرار گرفتند. متاسفانه. ولی بارها دیده شده در شبکه‌های اجتماعی خصوصا وقتی که موضوعات مطرح می شود می‌بینیم که قبل از شیعیان البته از سنی‌های بیخبر و ناآگاه میگویند که شما دارین مسائل تفرقه اندازی و اختلاف انگیزی را میان اهل سنت و شیعیان افغانستان دامن میزنید. پاسخ شما چیست؟ متاسفانه که ما در کشور خود کسایی را داریم که علنی اعلان میکنند در پارلمان افغانستان و میگن که منافع ایران برای ما بالاتر از منافع افغانستان است، مانند آقای محقق که یکی از پایه‌های سیاسی و دولتی افغانستان است و اینا در تلویزیون افغانستان و در آب و هوای افغانستان و در برابر مردم افغانستان صحبت میکنند. کسانی که نان در افغانستان میخورند، خانه و جای و به اصطلاح کودباش آباییشان در افغانستان است، اما در افغانستان زیر تصاویر و مجسمه های خمینی و سلیمانی و سیستانی رکوع و سجده میکنند. کسانی که اینا مؤثرین و طلبه های پانتون و مدارسشان را تا دندان مسلح ساختند و در صورت مشاجره امرای گلوله جواب میدن. اینا به خاطر که از طرف دولت ایران متاسفانه و صفت اجیران و مزدوران روسیه و منفور اینا استخدام شدند. این تاسف است. فقر مردم افغانستان و بیخبری ملت افغانستان و معامله‌گری رهبرانی که خود را در خدمت اجانب قرار دادند، اینا متاسفانه که سبب شدند که در افغانستان اینطور قلمداد بکنند که سبحان الله، یعنی جنگ شیعه و سنی نباید راه بیفته و یا است که برای منافع ایران باید اینا کار بکنند
و این واقعا برادر گرامی استاد رحیمی عزیز این واقعا تأسف آور است، یعنی که ما امروز حتی در مساجد جامع افغانستان و در شهرهای تاریخی افغانستان و باستانی افغانستان مثل هرات و مثل بلخ و جاهای دیگر، یعنی از طریق حتی مساجد اهل سنت و الجماعت، از طریق بلندگوها و لاسکرها نهارا و جهارا اینا به نفع خمینی و خامنه‌ای و سردار قاسم سلیمانی که بیشتر از 800,000 اهل سنت و الجماعت را تنها در سوریه ذبح کرده، تنها به گلوله نزده، زنده زیر خاک کردن. و این مطالب را ملت افغانستان متاسفانه یک تعداد که بنابر وابستگی هایی که با دولت ایران دارند متاسفانه که حقایق را پنهان کردند. امیدواریم که ملت افغانستان از حالات عراق، از حالات سوریه و از تصامیم شومی که برای آینده افغانستان اینا دارند در سا و عبرت‌هایی را گرفته باشد. درست. استاد سادات عزیز، میشه برای ما بگوین که اگر همچون جنگ مذهبی در افغانستان آغاز شود کی از این جنگ سود میبره؟ بدون شک متضرر که ما میشناسیم ملت و مردم افغانستان هست، اما سود کی میبره؟ در این شک وجود نداره که کسای از این جنگ بهره میبرند که اونا تجزیه افغانستان میخواهند. اونا جاری شدن خون را در افغانستان برای مزید جاری شدن خون کمر بستند. کسایی که برای تصاحب جغرافیای افغانستان چشم دوخته‌اند و کسایی که تاریخ شاهد است زمانی که صفوی‌ها تا قسمتی از جنوب غرب افغانستان را اشغال کرده بودند، وقتی که اهل سنت و الجماعت به شاه حسین صفوی شکایت کردند که بالای ما ظلم است، شاه حسین صفوی برای نمایندگان مردم افغانستان گفت ما در ذلیل ساختن شما داخل اجر و ثواب میشویم. و امی حرف او سبب شد که مردم دلاور افغانستان قیام بکنند و باعث سقوط دولت صفوی ها شود و تا به اصفهان را مردم افغانستان اینا را چنان گوشمالی بتن که تا امروز را در سخنان خود حتی خامنه‌ای در چندین سخنرانی خود این مطلب را تذکر داده. و این خاطر است که در این جنگ شیعه و سنی از زمانی که دولت مستبد و دولت تکفیری رافضی خمینی روی صحنه آمد، جنگ‌های منطقوی به اوج خود رسید. قبل از او هم شیعه و سنی پهلوی هم برادروار و در کنار هم مثل دو وطندار زندگی میکردند، یکی با در معاملات خوشی و مصیبت‌ها رفت آمد داشتند. اما زیادترین فایده را از این جنگ‌ها کسایی میگیرند که اونا دشمنان تاریخی ملت افغانستان هستند که دولت ایران میتونه که سردمدار این کار باشه و یا در رأس هرم قرار دارد. درست. راه حل چیست؟ از این معضل ما چطور میتونیم بیرون شویم و ملت افغانستان را چطور میتونیم نجات بدهیم؟ راه حل وجود دارد به نظر شما؟ راه حل بالکل وجود داره. هیچ چیزی نیست که راه حل نداشته باشد. بله. افغانستان کشور اسلامی است و مردم افغانستان 95% اهل سنت و الجماعت است. بله. راه حل این است که ما به عقاید اکثریت مردم احترام بگذاریم. راه حل این است که ما برای منافع بیگانگان خاک خود را، بیرق خود را، استقلال خود را، فرهنگ و عقیده خود را، ملت و امت خود را معامله نکنیم. راه حل این است که ما به نفع بیگانگان تا به دمشق و بغداد و یمن ندویم. راه حل این است که ما کسانی که نسبت به خاک ما، نسبت به استقلال ما و نسبت به آزادی و برادری ما نیات شوم دارند، ما اونا را تحویل نگیریم. راه حل این است که ما وقتی که دعوا داریم که ما مسلمانیم، بیاییم به دور قرآن جمع شویم و از تکرار شعارهای تفرقه انداز و یا فتنه انگیز ما جلوگیری کنیم. او کسایی که وابستگان دولت‌های بیرونی اند
و شعار دادن به سطح جهانی و حتی در کنفرانس های بزرگ در پایتخت های کشورهای بیرونی رفتن و با افتخار گفتن که ما افتخار داریم به کشته شدن کسانی که در سوریه کشته شدند و این قاتلین در شهدای شهیدان و غازیان و سرداران رشید اسلام معرفی داشتند، مانند آقای محقق. اینا جنگ سوریه را جنگ اسلام و کفر معرفی داشتند، در کنار بشار اسد ایستاد شدن در اسلام تلقی کردند، در پهلوی قوت‌های روسی ایستاد شدن در اسلام راستین و اسلام مهدی موعود معرفی داشتند و کشته شدن اطفال، زنان، مسافدان و مردم مسلمان اهل سنت را اینا را افتخار و جهاد و اونا را کفار قلمداد کردند. ما باید از این افکار تکفیری و رافضی و غالیگری توبه نصوح بکنیم. راه حل امین است که اهل سنت و جماعت افغانستان بدانند که مسئولیت بزرگ در افغانستان من حیث برادری بزرگ و مسئول درجه اول در افغانستان اینا دارند و اقلیت اهل تشیع درک بکنند که سرنوشت خودشان، اولادشان و آیندهشان به این کشور گره خورده و ایران اینا را تحویل نمیگیره. از اینا مانند یک دستمال بینی و یا یک کاغذ تشناب استفاده میکنند و اینا را به کموت میندازند و به جای نجاست اینا را پرتاب میکنند. این راه حل است که ما مردم باید بدانیم که افغانستان سرزمین اسلامی است و ملت افغانستان به موجودیت جغرافیا باید افتخار بکنند و به جای بلند کردن مجسمه ها بتان ایرانی و مجسمه های بتان جنوب لبنان و یا کسان دیگر افتخار بکنند به بلند کردن بیرق اسلامی افغانستان و یا بلند کردن امو شعار برادری بین خودشان، به جای ای که اینا میروند تا سوریه را مسلمان میکشند و بعدا سر زن روسی سوریه را میبرند و زیورات او را میآورند به گردن خانم‌های خود میاندازند به نام خدمت و دستان زنان سوری را میبرند، ساعتها و چوری‌های دست اونا را به نام غنیمت به دست عروسان خود و دختران خود میاندازند. این کارهای وحشیانه را ترک بگویند. درست. در افغانستان به جای ای که اینا زمین‌های مردم را و خانه‌های مردم را و باغ‌های مردم را املاک را به زور اینا میگیرند و اونا را مجبور میکنند که باید کش کنند. این کارها را باید اینا ترک بکنند. مثل یک افغانی که حقوقی که داره بدون شک ما نمیگیم حقوق اینا باید ضایع شود، ولی به ما اندازه‌ای که اینا حق دارند قناعت بکنند. این فکر میکنیم در عمومیات راه حل است که امیدوارم که اینا این مطالب را یک روز بیدار شوند و هوشیارانه عمل بکنند. با امید آن روز. تشکر میکنم استاد سادات عزیز از اینکه برای ما و بیننده های عزیز برنامه قلب آسیا وقت دادین و خدمتمان صحبت کردین. تشکر از شما. تشکر از شما. خدا حافظ شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، مصاحبه داشتیم با استاد سید خویب سادات، کارشناس و تحلیلگر افغان، البته از آلمان. میریم به سراغ میان برنامه بسیار کوتاه، بعد برمیگردیم خدمت شما با صدای شما و تلفن های شما. میان برنامه کوتاه و برمیگردیم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آنها یا هر دوی ایشان در نزد تو به سن پیری رسیدند، کوچکترین سخن ناخوشایندی به آنان مگو و بر سر ایشان فریاد مزن و محترمانه با آن دو سخن بگو و از روی مهربانی بال فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو ای پروردگارم، همان گونه که در کودکی مرا پرورش دادند آنان را مشمول رحمت خویش بگردان. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی. موضوع این هفته برنامه قلب آسیا بود فاطمیون در افغانستان چه میخواهند. ما صحبت هایی داشتیم با استاد رحمت الله فطرت و همچنان با استاد سید خبیب سادات. البته حالا نوبت شما بیننده های عزیز است، دقایق پایانی برنامه هست. بیننده های عزیزی که میخواهند در مورد موضوع برنامه البته ابراز نظر کنن، حرف داشته باشن، شماره برنامه را البته همکار عزیزم احمد جان زیرنویس کردن، میتونین که تماس بگیرین و دلگفته هایتان را در این موضوع با ما شریک سازید. البته مستند و یا گزارشی که آماده کرده بودیم در مورد فاطمیون در افغانستان تحت عنوان افغانستان بار دیگر در تیررس نظام ولایت فقیه بنا به مشکلات فنی که ما نتونستیم کامل این مستند را با هم ببینیم. انشاءالله در برنامه آینده قلب آسیا پنجشنبه آینده حتما این مستند را خدمتتان نشر خواهیم کرد و با هم خواهیم دید و سپس نظرات شما را آنجا نیز خواهیم گرفت. احمد جان شماره برنامه را زیرنویس کردن. بیننده‌ای که میخوان در مورد موضوع برنامه ما گفتنی داشته باشن میتونن که تماس بگیرن و حرف بزنن. احمد جان قبل از اینکه تماس ها وصل شود، ما وقتی که میگوییم ایران دارد در امور افغانستان مداخله میکند، ایران دارد میخواهد جنگ مذهبی را در افغانستان دامن بزند، حالا این موضوع پنهان و یا مخفی نمانده، چون در اواخر ما دیدیم که مقامات بلند رتبه ایران از رئیس جمهور گرفته تا وزیر خارجیشان علنا افغانستان را تهدید کردند. آقای روحانی مثلا رئیس جمهور ایران گفته بود که ما
در قبال ایجاد سدها و بندها در افغانستان مثل بند کمال خان، بند سلما و غیره بندهایی که در افغانستان ساخته می شود، در مورد این سدها و بندها ما بی تفاوت نمی نشینیم. این علنا تهدید یک مقام بلند رتبه با عنوان رئیس جمهور ایران برای دولت افغانستان بود که تهدید کرد که ما در قبال این ساختار این بندهایی که شما میسازید، بند سلما، بند کجکی، بند کمالخواه و غیره بندهایی که افغانستان روی آبهای خود میسازد، گفت ما در مورد این سدها و ایجاد این بندها خاموش نمیشینیم. سپس چند بعد وزیر خارجیشان آقای ظریف نیز عین همان حرف روحانی را تکرار کرد که ما به خاطر حل مسائل آب با افغانستان از اهرمن‌های زیاد استفاده می‌کنیم. ما نمی‌فهمیدیم که از چیزهایی که دولت ایران در این مورد استفاده میکنه و دولت افغانستان را مجبور میکنه که مطالب ایران را در مورد این آبها بپذیرد، چی بوده میتونست آن چیزها. حالا میبینیم و این فاطمیون که در گوشه و کنار افغانستان دارد سر بلند میکند. یکی از آن چیزهایی بود که آقای روحانی و آقای ظریف علنا افغانستان را بدان تهدید میکردند. هفته گذشته خبرگزاری صدای افغان یا آوا که از مزدوران ایران در افغانستان هست نیز خبر را منتشر کرد از دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که این آقا نیز یکی از مقامات بزرگ دولت ایران پنداشته می شود. ببینید که این آقا چی میگوید. خبرگزاری هم از خودشان هست، خبرگزاری صدای افغان یا آوا، میگوید که دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در افغانستان با توجه به نقش مؤثر و قدرت‌نمای نیروهای مردمی افغانستان در مبارزه با گروه داعش در سوریه تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است به ایجاد یک نیروی بزرگ مردمی برای ریشه‌کن کردن داعش و دیگر گروه‌ها و نیروهای تروریستی در افغانستان کمک کند. این آقا میگوید که ما از شیعیان افغانی برای سرکوب کردن ملت مظلوم سوریه در سوریه استفاده کردیم و آنها نقش مهمی را در سوریه بازی کردند. ما میتونیم که از همان تیپ افغان ها، از مزدوران خود، از امثال فاطمیون و غیره برای از بین بردن گروه های تروریستی در افغانستان یک نیروی بزرگ مردمی را ما بسازیم. سوال اینجاست که آیا دولت افغانستان برای سرکوب کردن این گروه های تروریستی گاه از شما کمک خواسته است؟ نه خیر، چنین کاری نکرده. در آغاز میگه که سیاست آمریکا را در افغانستان اینها انتقاد میکنن، در حالی که آمریکا را به افغانستان کی آورد، کی همکاری کرد. ما بارها کلیپ آقای خاتمی و احمدی نژاد را نشر کردیم که صراحتاً گفتن که ما در آمدن آمریکا به افغانستان و عراق کمک کردیم و بدون شک رژیم ایران یکی از همپیمانان مهم آمریکا به آمدنش به افغانستان بود. حالا چطور این آقا میآید و میگوید که ما برای از بین بردن گروه های تروریستی نیروی بزرگ مردمی را از افغان ها میسازیم؟ اگر واقعا این آقایان چیزی را به نام شرم و حیا میشناسند، اینها بروند اول همان ملت فقیر و بیچاره ایران که در قبرستان ها خواب میکنند، در کارتن ها خواب میکنند، آب آشامیدنی ندارند، غذا ندارند، در بدترین وضعیت امروز ملت ایران زندگی میکند، برود به داد آنها برسد، ملت خود را، ملت ایران را از این فقر و بیچارگی و تنگ دستی نجات دهد. سرمایه این ملت را که در جنگ‌های نیابتی در سوریه، در عراق به خاطر نشر
فتنه‌گری و آشوبگری در کشورهای منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در بحرین، در کویت، در افغانستان، پاکستان، این ملت ایران را که اینجا حیف میل می کند برود به داد ملت ایران برسد. اما متاسفانه باز هم دولت افغانستان در مقابل این حرف‌های غیر مسئولانه مقامات ایرانی متاسفانه تا کنون هیچ چیزی نگفتن، هیچ واکنشی نشان ندادن. به امید روزی که ما یک دولت مقتدر داشته باشیم، یک دولت توانمند داشته باشیم که بتوانند برای دشمنان دور و نزدیک ما پاسخ بدهند و این حرف‌های غیر مسئولانه آنها را به سوی خودشان حواله بکنند. باز هم وعده می‌کنم که مستند و گزارش را که همکاران ما خیلی زحمت کشیدن برای آماده کردن آن که متاسفانه نتونستیم نشر بکنیم، ان شاءالله در برنامه آینده حتما نشر خواهیم کرد. تا آن دم همیشه ما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.